اروپا رو با این فیلم شروع کنیم. از کانادا، از هزینه‌های انرژی در کانادا میگه. میخوام قبض کانادایی نشونتون بدم. این قبض گازه. خب این چیز اول چیه؟ مصرف ما $22 مصرف گاز. خب $63 میگیرن تحویل بدن. آدم زحمت میکشن لوله کشی کردن، هزینه انتقال $63. ترانسپورتیشن تو امبریج یعنی داره میرسه به اون شرکت، از هر جایی هست داره میرسه به اون شرکت، $28 ما باید پول بدیم میرسه به اون شرکت. این فدرال کربن تکس همونیه که الان داشتم میگفتم که $73 فقط روی یک قبضه یک ماه داره از ما گرفته میشه. بعد دوباره یه دونه این که دارن گازو به ما میدن دوباره باز پول میگیرن، پس اون اولی چی بود نمیدونن. بعد کاست اجازمنت مثلا میاد $9 خورده ای اجاست میکنه. خب وقتی میخوای روندش کنی چرا دوباره روند نمیشه؟ بعد رو همه اینا دوباره مالیات میگیره. قبض گاز واسش اومده مثلا کلی، بعد میاد میخونه موارد و میگه آقا $20 مصرف منه، یعنی من $20 گاز مصرف کردم، کلی دیگه همینجوری ردیف کردن اونجا، نمیدونم مالی